ایرانی‌ها زمینه تشیع داشتن. ایرانی‌ها سالها در دربار خلافت افراد دیگه تحقیر شده بودن. دختر نمیدادن به ایران. پیش نماز حق نداشتن وایستن. بعد چی شده بود؟ یکی از ایراداتی که به امیرالمومنین وارد بود، گفتن چرا تو سپاه انقدر ایرانی داری؟ یه روز حضرت داشت سخنرانی میکرد، ایرانی‌ها دورشو گرفته بودن، ایرانیای کوفه دور حضرت رو گرفته بودن. اشعث ابن قیس از دور اومد، دید کنار منبر ما باید بشینیم، شروع کرد همینجوری با پاش لای اینا بودن، ازدحام جمعیت بود، پاش رو شونه این رو سر اون رو دست اون رو پای این اومد. حضرت جوری توبیخش کرد، گفت ما رو بر اینا ارجح دونستی؟ حضرت فرمود به خدا قسم میرسه روزی که همینا با شمشیر شما رو دوباره مسلمان میکنن. میاد تو آخر الزمان روزی که در آینده میاد اینا بهتون اسلام یاد میدن. تمام درد اونها امروز اینه که این علم دست ایرانیاست. این علم باید گرفته شه.